بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سوال کردند که حکم تبریک و تهنیه گفتن یکدیگر در روز جمعه چیست؟ بارک الله فیکم. برادران و خواهران عزیز، در حقیقت حدیث صحیح آمدگی هست که روز جمعه این روز عید است. روز عید هفتینه، هر روز جمعه این روز عید است. اما با وجود این، ما وقتی که نظر به صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنیم، یا که اولا نظر به زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مینموییم، نمیبینیم که یگان بار، لااقل یگان بار همدیگر را در این روز تبریک کرده باشند. پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روز جمعه همدیگر را همچون روز عید تبریک نکردند، تبریک کردن این روز به من و شما جایز نیست. حکم تبریک کردنش بدعت است. هر کسی که میگوید عید جمعه مبارک، جمعه به شما مبارک باشد، عیدتان مبارک، این چنین سخنها این بدعت است. چه خیلی که علمای اهل سنت و الجماعت این را بیان کردند، مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، ابن القیم الجوزی و از علمای عصر 20 و مانند ابن باز و شیخ ابراهیم آل شیخ و البته علمای اهل سنت و الجماعت همه. زیرا این عمل است که رسول الله انجام ندادند. این یک تبریک کردنی است که صحابگان همدیگر را این چنین تبریک نمی کردند. پس روز جمعه با وجود عید بودنش هم یک روزی عادی بود، همه به تجارتش به زندگیش مشغول می شد. اما امروز اهل بدعت برآورده اند همدیگر را تبریک میکنند در سایت ها، در وسایل اینترنت، در جماعت ها، در نشست ها، عید جمعه مبارک. و البته میگیم که این بدعت است و این گناه است. انسان عملی که پیامبر صلی الله علیه و آله انجام ندادند در دین نباید انجام بدهد. این مسئله وقتی که به دین داخل شد ما میگیم این بدعت است. بس برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم، از بدعت و از عملهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نداده اند و صحابگان انجام نداده اند دست کشید. بارک الله فیکم. پس این یک مختصری بیان تبریک روز جمعه، حکمش یعنی بدعت بود و دور بودن از سنت بود. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.